به نام خدا عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت شما همه عزیزانی که صدای بنده رو میشنوید در هر جای دنیا هستید. امیدوارم که در پناه خداوند یکتا باشید. متاسفانه خیلی از مردم این روزها به سمت جادو و جنبل و دعانویسی و طلسم و این چیزا سوق پیدا کردن و رفتن و برای اینکه بتونن زودتر به اهدافشون برسن متوسل میشن به دعانویس ها. برای بقیه دعا می نویسن، زن برای شوهرش می نویسه، شوهر برای زنش می نویسه، افراد جوان برای خواستگاری و ازدواج و کسب و کار و پول و رزق و روزی خیلی سمت دعانویس ها میرن و این خودش تازه آغاز مشکلاتیه که ممکنه برای یک فرد به وجود بیاد که انشالله خدا کنه برای هیچ بنی بشری پیش نیاد. رفقا، اگر یک نفر احساس میکنه یکی براش جادو زده یا براش سحر و طلسم نوشتن، این یک علائمی داره. معمولاً دعاها و طلسم هایی که خیلی از این آقایون و خانم های دعانویس می نویسن اثری نداره، ولی اگر یک نفر حالا هزینه ای کرده باشه و یک طلسم و دعای مؤثری زده باشه برای یک شخص، این همراه با یک علائمیه، یک علامت هایی اون فرد در زندگی خودش احساس میکنه. معمولا وقتی برای یک نفر یک دعا و یک طلسم می نویسن، بعد از چند وقت اون فرد احساس میکنه که یک موجودی در کنارش هست و احساس میکنه که یک موجود یا یک انرژی در کنارش هست ولی نمیبینش. مثلا بنده خودم توی این مشکلاتی که داشتم دقیقاً احساس میکردم که یک نفر دستشو انداخته دور گردنم یا روی شونم دستشو انداخته. حتی من جرم دست اینم احساس میکردم ولی خودشو نمیدیدم. بعد از چند وقت که احساس میکنه یک موجودی توی خونه هست، یک صداهایی از توی آشپزخونه معمولا شروع میشه. حداقل برای بنده اینطور بود که این صداها از توی آشپزخونه شروع میشد. معمولا از غروب آفتاب به بعدم شروع میشه، یعنی در طول روز شما علائم زیادی از اینا نمیبینید، چون که این موجودات بعد از غروب آفتاب فعال میشن یا انرژی میگیرن یا حالا زورشون زیاد میشه. در طول شب اول شروع میکنن توی آشپزخونه سر و صدا کردن، تق تق زدن یا کوبیدن روی اوپن. بعد شما احساس میکنید توی خونه یه سایه هایی میبینید. و دوستان اینم بگم خدمتتون، من خیلی از موارد این مشکلاتی که داشتم، خیلی از تجربیاتمو حتی برای خانواده و دوستان نزدیکم نمیتونم تعریف کنم، چون که دو حالت داره. یا طرف احساس میکنه شما دارید دروغ بهش میگید، یا اگر باور کنه خیلی میترسه، چون واقعا ترسم داره. انسان نسبت به چیزی که نمیشناسه و شناختی نداره ترس داره. بنده اون اوایل که این اتفاق برام افتاده بود و اون چند روز اولش از وحشت اصلا نمیتونستم حرف بزنم. یعنی وقتی این دستشو مینداخت روی شونم یا وقتی دیگه از حالت سایه خارج شده بود و میدیدمش کنج خونه ایستاده، واقعا وحشت میکردم، اصلا زبونم بند میشد. حالا برگردیم به موضوع اصلی بحثمون. شما یک علائمی میبینید وقتی که یک نفر براش یه سحر و یه جادوی مؤثری زده میشه، یک علائمی میبینه. از علائمش در ابتدا شنیدن صدای تق تق توی آشپزخونه است. معمولا بعد از چند وقت که جلو میره احساس میکنه که در آستانه خواب، قبل از خواب، حالا توی گوشش یه صداهایی میاد. مثلا به من قبل از خواب حالا اگر ذکر میگفتم توی گوشم میگفت خفه شو، یا اگر شروع میکردم به ذکر گفتم میگفت بس دیگه، بهت گفتم بس کن، بس دیگه. توی گوشم میشنیدم و نه تنها توی گوشم، توی تمام وجودم صداشو میشنیدم که بهم میگفت معذرت میخوام، بهم میگفت خفه شو. آرزم حضور شما بعد از مدتی اون فرد
توی خونه سایه میبینه. حالا یک علائمی داره بعد از سایه دیدن که اینا یه خورده جدی‌ترن. مثلا میخواد بخوابه اون فرد، قبل از خواب پشت کتفش یا پشت گردنش انگار با نوک انگشت یکی ضربه میزنه، یا روی پا، کف پای چپ یا کتف چپش احساس داغ شدن میکنه، یعنی یک نقطه داغ میشه حسابی. اگر کف پا احساس داغ شدن کرد یا توی کتفش احساس داغ شدن کرد، اون لحظه باید پاشه، گلاب بپاشه توی خونه، به اون قسمتی از بدنش که داغ شده گلاب بزنه و قرآن پخش کنه، 4 قل بخونه و اجازه نده اون موجود جلوتر بیاد، چون که این داغ شدنها برای اینه که اون موجود میخواد حاله بدن شما رو یا سوراخ کنه یا میخواد از طریق یک روزنه وارد حاله بدن شما بشه. این دقیقاً تجربیات خودمه که برام اتفاق افتاده. حالا شاید یک استادی بیاد بگه نه آقا اون داغ میکنه برای کاری دیگه، من نمیدونم، ولی چیزی که برای من اتفاق افتاد اینها بود. من اگر بار اولی که بین کتفام داغ شد و داغ شدن شدید ها، من این حالت سوخته شدن رو تحمل کردم، با خودم گفتم آقا بذار ببینم تهش چیه، میخواد چه اتفاقی بیفته. وقتی این داغ شد و به اون آستانه سوختن رسید، دقیقاً احساسش کردم که از بین کتفام وارد بدنم شد و وقتی وارد بدنم شد دیگه داغیه از بین رفت، میرفت از توی سرم، میرفت کف پام، قلبمو فشار میداد، رودمو فشار میداد، میومد بالا، نمیدونم پشت چشامو فشار میداد. بعداً با خودم، حالا وقتی دوره‌های مختلفی رفتم، وقتی تحقیق کردم، وقتی مطالعه کردم، با خودم گفتم بزرگترین اشتباه من این بود که اون موقع که بین کتفام داغ شد باید پا می شدم، گلاب می زدم، توی خونه قرآن پخش می کردم، خودم قرآن می خوندم و اجازه نمی دادم این موجود بیشتر از این جلو بیاد. نگاه کنید دوستان عزیزان من، جوانان عزیزی که ممکنه این اتفاقات براتون پیش بیاد و خدا نکنه، از خدا میخوام برای هیچ انسانی در هر دینی و در هر نقطه کره زمینی اتفاق بیفته. یک موجود میخواد وارد حریم زندگی شما بشه و از انرژی شما استفاده کنه، شما نباید اجازه بدید. شما یک روح دارید، یک کالبد دارید و یک جسم. این موجود باید بیاد حاله جسم شما رو سوراخ کنه، وارد جسمتون بشه و از انرژی روحتون ببره. تمام چکیده این موضوع بحثش بحث انرژی و استفاده و تغذیه این موجودات از انرژی انسان هاست. اون انرژی روحانی و خدایی که خداوند به ما داده، اینا میتونن ازش استفاده کنن و کارهای بزرگی انجام بدن. میتونن با این انرژی طول عمر خودشون رو زیاد کنن، تغذیه کنن و هزاران کار دیگه. وقتی یک موجودی میاد میخواد وارد حاله یک بدن یک انسان بشه برای اولین بار، اون فرد احساس میکنه کف پاش داغ شد یا پشت کتفش داغ شد. دقیقاً روی 7 چاکرای اصلی بدن رو داغ میکنن. عزیزانم من اینو بعداً فهمیدم، من اینو بعداً متوجه شدم که روی چاکرای قلبم رو داغ کرد و از بین کتفام وارد بدنم شد. متوجه دوستان؟ حالا اگر شما این علائم رو دیدید، اولا که نباید بترسید، چون که وقتی شما میترسید اون موجود انرژی بیشتری میگیره و اینم بدونید تنها راه نجات از این موضوع توسل به حضرت پروردگار، حضرت خداوند رحمانه و قرآن کریم. تنها راه نجات انسان خداوند متعال و قرآن کریم ولا غیر. اگر گرفتار جادو و سحر شدید، راه نجاتش نماز اول وقت و خواندن شبی 50 آیه قرآنه. من خودم شبی 100 آیه قرآن میخوندم و اینطور نیست که شما تا شروع کردید نماز خوندن و شروع کردید قرآن خوندن اون موجود ول کنه بره. نه، اون موجود برای اینکه وارد بدن شما بشه و حاله بدن شما رو آسیب بزنه و از انرژیتون ببره کلی زحمت کشیده، کلی وقت گذاشته.
و اگر سحر زده باشن نمیتونه به این راحتی بره. شما باید شروع کنید. برای من حداقل 1 سال زمان برد که موضوع رفع شد، ولی با شروع کردن قرآن و نماز شب این موضوع کم کم خودتون احساس میکنید انگار که زورش کمتر شد، انگار که اذیت آزاراش کمتر شد، انگار که فرار میکنه. من خودم میدیدم اینو وقتی که شروع میکردم به قرآن خوندن. رفقا، شما منو نمیشناسید و قرار نیست ما پولی از هم بگیریم و خداوند خالق هممون رو من شاهد میگیرم به این موضوع که وقتی من شروع کردم به نماز شب خوندن و پخش قرآن تو خونه، ساعت 2:30 نصف شب بود، از توی کوچه دقیقاً از پشت پنجره آپارتمانمون صدای قارقار کلاغ، شما تصور کنید ساعت 2 نصف شب کلاغی وجود نداره قارقار کنه، و صدای شیون گربه، یک صدایی که یک گربه شیون کنه و صدای پارس سگ می اومد و من این موجود رو دیدم که فرار کرد. قبلا من خدمتتون عرض کردم این رفت توی آینه، توی یکی دیگه از تجربیاتم و اون آینه رو من بردم شکوندم، ولی اینطور نبود که اونجا تموم بشه. از فردا شبش باز ما همین حکایت رو داشتیم. ولی اینجا میخوام خدمتتون عرض کنم که اگر یک انسان گرفتار طلسم و جادو میشه و گرفتار یک موجود ماورایی میشه، به قول استاد عزیزم اینطور نیست که همون لحظه ول کنه بره. نه آقا، شاید من اون شب اینو اینطوری زدم این فرار کرد ولی فرداش باز اومد. اگر میخواید به طور دائم نجات پیدا کنید باید اون جن بفهمه که شما دست بردار نیستید از قرآن، باید بفهمه که شما از خداوند یکتا دارید کمک طلب میکنید. اگر این رو بفهمه ول میکنه میره. ولی اگر با خودش بگه آقا الان 1 هفته هم نماز قرآن میخونه بعد بی خیالش میشه، اشکال نداره، بذار من میمونم این 1 هفته رو تحمل میکنم ولی باز میام از انرژیش استفاده میکنم. پس اگر احساس میکنید گرفتار سحر و جادو هستید و این نشانه هایی که خدمتتون عرض کردم، یعنی داغ شدن کف پا، پشت کتف، پشت گردنتون درد میکنه، یا احساس سنگینی روی کتفاتون میکنید، یا احساس درد پشت گردنتون میکنید، یا یک موجودی میاد توی بدنتون بعد از اینکه درد رو احساس کردید و توی بدنتون باهاتون حرف میزنه و خارج میشه و میبینیدش، سایه میبینید توی خونتون، یک صدای تق تق توی آشپزخونتون میشنوید، عزیزان من قربونتون برم الهی، شما باید از راهش اقدام کنید. سمت دعانویس اگه برید گرفتارتر میشید. سمت دعانویس اگر برید دعا بگیرید، طلسم بگیرید، یکی دیگر هم میارید میذارید کنار این بود که بود. یعنی اگر یه جن قرار بود شما رو آزار بده الان میشن 2 تا جن، چون اون دعایی هم که میگیری اونم موکل داره. قربونت برم، سمت دعانویس نباید برید. به خداوند یکتا قسم که تنها راه نجات ما خود خداست و تنها راه نجات انسان قرآنه. اگر میخواید نجات پیدا کنید با خودت از همین الان بگو آقا من هر چی دعا گرفتی، هر چی طلسم گرفتی ببر بریز توی رودخونه، بریز توی آب روان و بیا شروع کن وضو بگیر، بشین روبروی قبله، بگو خدایا تا الان هر چه بودم، از الان منم و تو، از الان من میخوام بیام خدمت تو، از الان من میخوام تو بهم کمک کنی. قرآن رو شروع کن، از اول قرآن شروع کن، نیت کن، شبی 50 یا 100 آیه بخون. بعد خودت احساس میکنی چقدر انرژی زیبا میاد تو زندگیت، چقدر نور میاد تو زندگیت، چه خوابهای خوبی میبینی. خودت احساس میکنی که این جک و جونورها و موجوداتی که دورتن چطور فرار میکنن و خودت دیگه از فرار کردن اینا لذت میبری و خودت به مرور زمان قدرت خداوند متعال رو توی زندگیت احساس میکنی، توی رزق و روزیت احساس میکنی، توی کارت احساس میکنی، توی خلق و خود احساس میکنی.
عزیزانم، هر جای دنیا هستید، به هر دینی هستید، اعتقاد باید داشته باشید به خداوند یکتا و به کتاب آسمانی قرآن. اگر میخواید نجات پیدا کنید، راهتون خداوند و قرآنه. در پناه خداوند باشید. در آینده انشالله تجربیات بیشتری خدمتتون میذارم، چون که این تجربیات رو من حتی نمیتونم با دوستانم مطرح کنم. عرض کردم بعضی وقتا میترسن افراد و باید بدونید که ترس برابر مرگه، چون که وقتی انسان میترسه اینا انرژی میگیرن و بیشتر جلو میان. موفق باشید، دعا کنیم برای هم. یا علی مدد. خداحافظ شما.